بگم علی حرف بزنم. میگم فرم لب خیلی مشخص شد، بعد پوست ریزی لبای من خیلی زیاد بود، خیلی هم آزاردهنده بود. یعنی یه حدی بود خودم پوستاش میکردم زخم میشد، ولی خب بعدش شدیم واقعا دیگه اینجوری نشد، خیلی کم شد. علاوه بر اینکه رنگ و حالت یعنی روح میده به صورت. یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود واقعا این بود، اصلا رژ لب که میزدم حتی وقتی پاکم میشد اصلا خیلی فرق میکرد با قبلش، خیلی خوشم میومد. رنگ رژای دیگه هم روی لبم خیلی بهتر میشد، حالا نمیدونم ترکیب میشد با همین رنگه دیگه بیس لب. آره ولی خیلی خوشگل میشد. هر رنگ ساده مثلا خیلی به چشمم خوب میومد، و اینکه قبل از اینم از همین استفاده میکردم ولی به این اندازه دوستشون نداشتم. تیرگی دور لبت چی؟ خیلی خوب برطرف شد. تیرگی که واقعا خوبه، چون روز اول که گفتین من خودم رعایت نکردم چیزی رو، فکر می‌کردم واقعا نمونه، اصلا امید نداشتم، گفتم حالا ترمیم درست میشه، ولی خب نه خدا رو شکر خیلی بهتر شد، چون تیرگیش هم خیلی زیاد بود. درد حین کار برات چطور بود؟ درد چندانی نداشت، الان که تو ترمیم که اصلا درد احساس نمی‌کنم. مرسی. خواهش می‌کنم.